من تا نزدیکی 150 کشور رو نام‌های پایتخت‌هایشان، اهالی، مساحت و جای گیرشویشان رو میدونم. فدراسیای روسیه پایتخت شهر مسکو، اهالی‌اش نزدیکی 150 میلیون، مساحتش 17 میلیون کیلومتر کواdraتی، آن در قسم شمالی اوراسیا جایگیر است. ایمیا پایتخت شهر واشنگتن، اهالی‌اش 325 میلیون نفر، مساحتش 9 میلیون از 5 کیلومتر کواdraتی در آمریکای شمالی جایگیر است. همسایه‌های آن کانادا و مکزیک میباشد. کانادا پایتختش اتاوا، اهالی‌اش 30 میلیون نفر، مساحتش 10 میلیون کیلومتر کواdraتی در قسم شمالی آمریکای شمالی جایگیر است. مکزیک پایتختش مکزیکو، اهالی‌اش 120 میلیون نفر، مساحتش 1 میلیون و 8 کیلومتر کواdraتی در قسم جنوبی آمریکای جنوبی در آمریکای شمالی جایگیر است. جمهوری خلقی چین پایتخت شهر پکین، اهالی‌اش 1 میلیارد و 400 میلیون نفر، مساحتش 9 میلیون و 6 کیلومتر کواdraتی در قسم آسیایی شمال و شرقی جایگیر است. هندوستان پایتخت شهر دهلی، اهالی‌اش 1 میلیارد و 300 میلیون نفر، مساحتش 3 میلیون کیلومتر کواdraتی در قسم آسیای جنوبی جایگیر است. ژاپن پایتخت شهر توکیو، اهالی‌اش 130 میلیون نفر، مساحتش 300,000 کیلومتر کواdraتی در بین از این دولت ژاپن از 3 جزیره عبارت است. در کودکیم در سن 6-7 سالگی بابایم کتابی داشت با نام اطلس جهان. من آن برای کتاب بسیار ذوق پیدا کردم و آن را خواندم و همین خیلی من گئوگرافیا را از خود کردم تا قدری.